دههای سفیدمون پیش مو کودک میم پیشتگیرو میفن هم یک از ده بیرون یک قریب 2 کیلومتر یک درخت بود بعدی سفیدمونش میفتن همین مردا کسی کدوم دوره اومدگی 300 سال پیش اومدگی 400 سال که ما نمیدونیم آدم حوزهش که نمیدونه پیش اومدگی همونجا درخت شونه یک درخت بود تا من بعدا نه که با مردم به خاطر همون گم نشدن از راه بالاتر با درختی نوشونه هست برای گنوبود نشدن با بانوم همون سفیدمون دگی رفته است که ده ممکنی از بخارا اومدگی است مقام دگی کسی از با برای احیا کردن همون انا این سفیدمون نام تازه تاجیکی ایده در اینجا حوزه تقریبا 400 خواجگی وجود داره هر یک خواجگی 5 نفر 6 نفر 4 نفر 8 نفر هم هست زندگی دارن خیلی سطح زندگی خیلی نقصه شده است پیشتر دههای ما دههای کپالی نام داشت. راستی درباره همین واژه کپالی بسیار جستجو کردیم، گفتگو کردیم. همین درست معنی همین را نیافتیم که چی معنی دارد. من فکر میکنم که اصلا واژه تاجیکی است ولی چون ریشه شناخته نشد همین واژه به همین خاطر وقتی که بعد دوران استقلالیت نام‌های دهه‌ها عوض می‌شدن نام‌های درست و شناسایی تاجیکی عوض می‌شدن از جمله دهه ما هم 2 سال پیشنهاد شد که برای عوض کردن نام و در مورد نام این دهه بحث‌ها و پیشنهادهای زیاد شد و در آخر به همین خلاصه اومدن مردم دهه که واژه بسیار قدیمی سفیدمون رو پیشنهاد کنند. سفیدمون یک موسفید کهنسال در زمین ها. خیلی با که ما نداریم، خیلی ما اینا که 74 رفتیم موسفید میگفتن که همه خیلی بود سفیدمون. ممکنه از 200-300 سال پیش همین دیهب دست، از بخارا و مراگیب دست همیشه زندگی کرد. یا درخت نگاه درخت خیلی که گردش میکنه از 2 متر میشید همون. در باره همون روایت هست که بخارا و مراگیب دست هم دوره که ایجا که نه همین خیلی هم قشلوقا بودن همین چور بودن همون وقت مراگیب دست میکنه از 300 سال پیش دست. که موسفیدهای ما 90-100 سالگی دیده بودیم همون میگفتن که همین بود همین سفیدمون بود همین. واژه سفیدمون در فرهنگ‌ها سپانتامونه که از فرشته‌های باستانی دوره خیلی پیشی آریایی است که از این واژه برمی‌آید سپیتامین، سپانتامونه و دیگر اینکه با همین نام در بخارا در مرکز بخارا که من هم به خاطر شناساییش با اونجا رفتم اینجا رو گفتم این محله رو اونجا یک موضع به نام سفیدمون است یک دهه هست که حالا فقط یک
مزار باقی مانده است از اونجا که مردم زیارت میکنن و همونجا هم به سبب آنکه درست همین واژه رو ندانستن سفید موی گفتن بعدتر گرچند در کتاب های تاریخی این به نام سفید مون است. دهه ما شغل اساسی پیشترای مردم این دهه اصلا چربداری، باغپروری و کارتوشپروری بود. دهه ما نسبت دیگر دو خیلی پیشروی دارد. تخمینا 17-18 کیلومتر رو خط آب کشیدن. خط آب کشیدن او را فقط به دهن میگیره. شخصی برات بیند عقل آدمیزاد نمیگه که دهمی که انسان میرود. همین رو با ضرب لام بالقه و دیگر اسبابای سرک کندن مردم ده را آب کشیدن بروردن حاضر و همه خط و نقطه آبی که در درون قشله واقع میشه تقریبا 75-76 کیلومتر تشکیل میکنه. در زیاده از 400 دهه ساکنی همیش دهنده خواجگین در قشله خونده در هر یک خوننده آب نوشابه تازه بهترین آب. با دستگیری حکومت کشور، حکومت ناحیه و شریکان رشد همین و خودی مردم سهم اساسی خودی اهالی همین دهه از مسافه 17 کیلومتر آب نوشابه به دهه کشانده آورده شد و در خانه هر یک شخصیتی که استقامت میکنند در دهه همین آب نوشابه دسترس کردید که بعد دسترس شدن همین مردم با بنیاد حمام‌های زمانوی و دیگر کارهای برای سلامتی انسان‌ها فایده آور است دست دادن و امروز میتوان گفت که از 50% هم زیادتر علاکه مردم در یک شرایط خوب زندگی میکنن و با سرعت دیگر خواجگی ها هم برای بهتر شدن سطح گیگینی خواجگی های خود محله های خود کار فعالیت کرده استادن. در اینجا بچه خاطر سفید مون بود. همین دهه ما پیشتر شاید 400-500 سال پیشتر در آن همینجا مردم زندگی میکردن. آن موضعی که دورتر از این دهه امروزه دورتر 1 کیلومتر بیشتر هست و تا امروز مزار همون مردمی که پیش از اینجا گذشتن هست. بازیافت‌هایی که البته تاریخ شناسان ارکئولوژان خودی ما از اینجا یافتیم. همینجا غاری بود به نام غار اسبگیر. وقتی که ما از اینجا خاک میگرفتیم برای دیوار خانه و دیگر چیزها از همینجا کوزه های کلان یافتیم. چند تا کوزه یافتیم و در نزدیکی کوزه ها جسد انسان ها را یافتیم، استخوان ها را. از این معلوم شود که گذشته ها در اینجا فقط مردمی تاجیک زندگی کردن. زندگی ساز شروع فرزند کیم یگون وقت جنگ جنجال نکردیم فرزندار تربیت شروع دادیم و حد محله و همه خشتبار رویت کیم همه خشتبار دویم نوم میگرفتن تا حاضره نمیگن که شما بگونه چیه کیه ساز نم تربیت کیم و خرسندی. این مرد خیلی خوب جایی نمیسا خود بود اگرانم که مهمون میورد همه شب میبرداشتم شبی طورم که بود میخواستم نون میکم آب اوقات میکم مهمون جواب میدادم خشت بارچه جواب میدادم قشلوق جواب میدادم هیچ وقت یگان وقت ما جنگ جنجال ایتری یگان خواجگیمون نشیده است 5 دختر را توی کردیم و مدنیت رسوندیم. نه بس اون قدیما این خونه در همش در اختیارم
الو مینن خی با خودم میخیدم همه الو ملو با خودم تری مینم میبردیم پیازی به تشویش میخوردیم میبردیم همون رحته آوردیم به حد محله را به خش تبارو به همه را حق میدادیم حالا اینم یارو همه خودم شلوندم کیلن بچه توش کشوندن من یارو یک لوق آوردم موندم ده جبوری خط کشیدم شنوندم همه قی بچم گفت چه بس گفتم نه خی منی ده همه خوجگی خی کور مینم هیچی گم نداره با دست پول من خم میخرانم با میخیزم ای همه خوبتر همه را هم بوده و دلی پر و خرسندی هر ویگهی یک لعلی توی مسکن قیمق داشتیم حالا یک گوه که نجا بورس بولونگی اما یک گویا که شیر داره اوش هم قد که کیفویا نه همسویا هم به چرا ندارن میجوشه و یکم بجوشه بریده هر سال بگو گو سلام اینا هم بچه میگه که اچه نگوشه ما و نگوشه همسویا ها همه جوشه میبره حس مینا او بچه گریم یم تا گو داره دو سیتا هم تا یک چم خودش میخوره چه و حد محله چه میده قسمت اساسی زندگی مردم وابسته با زبان دهه ایلوغ میگیم یا که زمین‌های چراگاه میگیم که از دهه 15 کیلومتر مسافه در بلند کوهی که از سطح بحر 2500 متر بلند است در اونجا موضع است. در اونجا بیشتر از 500 تا چروای کران از مردم اونجا میچرن و کسانی که آنها رو نگاهبی میکنن همراه عائله هاشون اونجا بهره برن در برابر آن که آنها مثلا مزد همون چراندن چروا میگیرن با عائله های آنها در اونجا کار میکنن مثلا از شیر گاو از قیماق میکنن مسکن میکنن روغن زرد میکنن و دیگر محصولات آماده میکنن قرود میکنن چکه میکنن و ذخیره زمستان خودشون تامین میکنن و با مردم دهه و مردم دیگر جاها میفروشن که سطح زندگیشون بهتر میشه. البته ما داریم هم طریق نقلیات ها هم هستند که میروند اما مردمی که از شهر میان راستی گپ وهم میکنن با نقلیات رفتن. اینجا داریم اسب ها داریم اسب و خر هست که کسی که مثلا خواهش باشد همچون سیاحی داخلی بسیار میان ما اونها رو با اونجا میبریم تماشا میکنن استراحت میکنن و اگر مثلا شما هم که راضی باشی ما میتونیم شما رو اونجا گسیل کنیم تماشا کنیم. اینجا میان مردم درو میان بعضیش میره تراکتورشون میمونن بعضیش خروکش میمونن میروند میدرن تا وقتی گرمی را کم طرف که گرم شین میان همینجا خیلی ما همینجا امروز انا تخم شوربا کرده هستیم کچکه قطعی تخم شوربا؟ با بعضی وقتی میشه که مثال خیلی
گوش قطعی میکنیم یکون چی میاره میکشیم همینجا مردم سرجام میشن بگه همینجا میستن همین چی را پختن در کور کارتوشا مرحمت این کارتوشکای نوسته او کارچکای نو این همینجا کارچکا شوندگی موضوع قریب رسیدن ماگه او این کارچکا ما خیلی مهنت کنیم میشوه این کم نیستی خوراک تیار میکنید شما برای یک چند نفره بسیاری آدمو با خروکش قطیش میاره که موضع سلقین چه میان همینجا سرجم میشن این جوشی اوه هاپا کارتوشکا پیاز تخم بعضی وقتا میشوه که مثال گوشت سرخکگی بانکان داره میگیریم میپرتویش یکون چی نمیشه این هم میپرته ولی کم ترک کارچکاش پازه برای معده بعد میشوه رنگش کم ترک بیزیب میشوه بگه بسیار آدم اینجا کارتوس کردیم در درون اونجا خیلی اماراتنده میستن شو بچه سحری بر وقت بو میخیزن عقبی جمع کنی چی میشون سحر چی تیار میکنیم برای درآوگرا گو داریم همینجا گو داریم گو هم میجوشیم بسیاری وقت خیلی اینجا شیرچوی میشوه شیر میپزیم خیلی دار محصولات شیری محصولات شیری از دهه سفیدمون از مرکز تاجیک‌آباد تا این بلندی چقدر راه هست ممکن یک 7 کیلومتر باشه زیاد بود به فکر همین خیلی راحت ممکن 8 تا بسیار نیست این طرف هم خطی راه این طرف با نزدیک تره تا این خیلی این طرف راه هست گوزی نه سرشوی همین علف دروی مردمه نه وقت سر کرده است با یک 5-6 روز بعد قریب همه همین دیه همین جمعیت کنیم مزه کارچکا که پازه بعد نمک چمیچیم کم ترک نمک کار دادیم بعد نمکش میکنیم که شور نشه که در گرمی شور کنی با آب بسیار از خود میشه آب نیست اینجا هست او هست که اکسیژن رو وقتی آب فراوان در وقتی کارنده کم ترک مشکل تر میشه تخم پیاوه تیار شده با لذت‌ترین خوراک در صحرا تست تیار بس موضع قرغوی است در اینجا علف دروی میکنیم بغیر از علف درویدن اینجا جای کشت و کار است گندم اینچنین چارواها اینچنین کارتوشکا میکاریم همه این تا تیرما هست جمعواری میشود حاضی عین حال وقتی دروی علف هست جمعواری علف کردن در کار بعدی علف بعد سر میشود گندم نه کارتوشکا سر میشن جمعواریشون خاکش خاک خوبه خاک سیاه خاکه بعد سلقینه بعد اینا آب کشیدگی آوردگی در بیخش آب میروه انشاءالله که حاصل خوب میده در اونجا انا کشا روز کردن برای وقتی کادرای میرن مردم غلادرای میرن یک برف بارون گیرن مردم دم تمیزن خودش از تای برف بارون امین میدونن غلا و دونش تا تام میمونن که یگون ترق زیون هستن باز چی روز کردن فرما تر دادای شوی بد فرما نه ایت خیلی نبد بدم چوب گیم هم سنگ پنقدی روز کردگی بدن خیلی با این درجه حاضر من درجه الکتریک تلویزیون تلفن را ذریعت میتین تمام همون دو سر کلاشوی به حد اوبوچیلگی دیه
Kahdavura peş vakt var ders midrayım. Mahsus ma kıdım. Haymus şaş $6 padarım yakın grupa invalidi jangi buzurgi vatani bu. Hami $3,000 var ders midrayım. Me başlayım bu me forwardim ma ki var ve muşum me vardım. Hozi ham yani teknika şey ya. Gandım kısmı kim var ders midrayım. Hozi ham var. Ma muşum traktör. اصلا این موضوعی که ما هستیم موضوع زبردشت نام دارد. زبردشت بعد متعلق با زمین‌های دهه سفیدمونی ناحیه توچکوبود است که نزدیکی حتی بیشتر از 2000 گیتار زمین در اینجا موجود است که در این زمین‌ها قسمت کشت می‌شود، غله‌دانگی، گندم، جو و دیگر محصولات غله‌دانگی چون که آب ندارد و قسمت دیگر علف گندوری است. برای چاروا علف است که خیلی که ما وقتی اومدن دیدیم نهایت مردم از اینجا علف زیاد میبرن. قسمتی برای چاروای خود ذخیره میکنن و قسمت دیگر رو به فروش میگذارن. بله. علف به حد زیاد در اینجا تمام نمودی گیاهای شفا بخش رو دیدن ممکنه. بله، اینجا هستن لفرانی که با توابت خلقی مشغولن که از اینجا در وقتی همون گیاه این گیاهی توابتی وقتی چیندن داره. همون وقتی ما آینده اینا برای توابت هم جمع میارن و چون که از مسافه از دهه تا اینجا 15 کیلومتر است. به همین خاطر بچه‌ها حشره دست جمعونایی که سالهای پیش بود همونا ادامه داده ایستادن. جمع شدن 20 نفر. از امروز برای یک نفر حشره است. بله، در زمین یک نفر حشره است که بیشتر از 20 نفر شرکت دارن. برای همدیگر همین خیلی ادامه می‌یابد حشره. بله. اینجا هستن شخصانی که علاوه هم کار میکنن، جمع ایستن نزدیک یک ماه. خیمه‌ها و اینا. اما بیشتر حشره هستن که مردم کار خود سبک میکنن. این آش در همینجا تیار شده است، بسیار بولذت. بله، این آشی است که در صحرا تیار شده است. آشپز کی است؟ آشپز مجددات گفتنی پاور. دستتان در نمیاد. بسیار محیط زیبا است، برای من بسیار پسند آمد اینجا. همه چیز هست. بله، متاسفانه ما 10 روز دیرتر کردیم نباشه این طبیعت بهانه دارد از زیبایی. نه خوب است. حالا هم سبز است. قسمت دیگر این زمین ها برای چراگاه هستند که چاروای مردم مثلا مال مایده اولی بهار اینجا یک ماه می ایستد و باز به چراگاه های دور می رود و در اینجا بعد پاده گاو از همون دهات قریب 500 سرچاروای کلان در اینجا موضع دارن که ما پیشتر دیدیم. اینجا برای آنها کشتر ساختگیم، خانه چوپان است و زنها در اونجا شیر و قیماق و مسکه و دیگر چیزها آماده میکنن برای ذخیره زمستان و فروختن. علف اینجا قریب 600-700 ایراد پریس میگیم ما نام میبریم. این خیلی هر یک خوجگی جمع میکنه. اصلا برای چارواها جمع میکنه و بعضی آدم ها میفروشن، بعضیش برای خودش استفاده میبره. مردم اکثرا دهند روزی 1000 تا قریب 10-15 زیاد ممکن باشد تراکتور شخصی یا بعد باز یک بچه بدردین میگم پسرایم با وردن کمباینی انا کادراوی نمیسی وردگن با کار با اسونتا کردگی میدرد گفت اول کسی که میدردیم دست قدی جمع میکنیم حوض و یک بار میدرد جمع کردگی تیورا. خلاص یک موضوع هست که انا زندگی هم مردم دهه سفیدمون 50% از همینجا وابستگی داره.
чунки захираи ҳам гандуму ҳам алафу ҳам чорву ҳама чиз аз ҳамин захира мешавад. Занбур намеёран ба инҷо? Занбур меёран. Занбур солҳои охир камтар боло меёран, аммо солҳои пеш инҷа оилаҳои занбурпарвар баъде ки инҷа мавзеъ камтар баҳораш дертар аст, вақте ки аз поён як асар мегирифтанд, асари дуюма ҳатман ҳаминҷа мегирифтанд. Чунки инҷа то моҳи сентябр, октябр алафҳое ҳаст ки занбур асар ҷамъоварӣ мекунад. мардум говое ки истифода шудаен барои ҷӯшон нестанд ё ки биқҳо ҳастанд барои фарбӣ кардан фурӯхтани зиндагӣ ҳамаш меёнад дар айлоқ месупоранд аҷо подабон сари ҳар як гом 50 сум 20 сум чанд сум мегираву то моҳҳои ноябра дигаҳ мекунад вақте барфу борун сар ка хина кишид мефурӯшанд бо дар бозоро мекунанд мефурӯшанд фақат дар деҳа ҳозир ҳамон говое ки меҷӯшанд говои кам як теъдоди 100 говш ҳам ҳаст ҳамон дига говои бисёр нест ҳамаш дар кӯҳ. дар он ҷо барои нигаҳдории чорво аз ҳама об муҳим аст. он ҷо об камтар аст, вале мо ташкил кардем ҷои обнӯшии чорво. ҳам тариқи битони ҳам тариқи ҳавзи канон сохтагӣ ҳастем ки чорво дар вақти гарм соатҳои масалан 11 мебияд, онҷа кашар сохтагӣ аст, об менӯшад чорво, дар вақти гармӣ дам мегирад ва боб аз соатҳои 3 боб ба чаро баромада, масалан вақте ки мардум каҳу ғалаи хело гирду ҷамъ мекунанд, боз чарогоҳҳо хеле зиёд мешаванд ки онҷа боб ба ҳазуртар истифода мешаванд ва ҳатто аз деҳаҳои ҳамсоя ҳам, чунки онҳо ҳам хеле мавзеъҳо камтар доранд, барои ёрии онҳо баъзе онҳои одамои эҳтиёҷмандро чорвои онро мегиранд, нигаҳ мекунанд. бегаи гова меҷӯшем то саҳарира меиста, баъд саҳарӣ кишидаи қаймоқи рӯшам хел мегирем. Аз шира? Аз шира мегирем, хуб қаймоқ меган ура. баъд ура махсус чияи мелуқунемаш ӯ баъд қаймоқ ши мешава. баъд ай ӯ руған мегирем. Аз қаймоқ руған? Ай қаймоқ руған мегирем, баъд ира ки иша меҷӯшунем ки ҷӯшид бисёр меҷӯшунем, баъд та ғавз мешава. баъд и рӯш та қаймоқ мешава, ҳамое ки бурдем ака ҳамво. Ҷирғота ё. баъд ира чака брезем, та қоб мегирем, баъд барем кашонем. дар як моҳ чӣ қадар қурут ҷамъ мекунед шумо? иҷа ҳозир вақти сӯзони ами каҳдрави қишлоқ ки мешава, ами шир ами ҷирғот нуа кадиме ки омада метиемаш. дар саҳро истифода мебаранд. мира ташна шидан меоянд мегиранд мебаранд. баъд ай ӯ гузашта ки бас шидаи драву сангму иша бехидма ҷамъ менем ба ҷирғотай чака менем, дабанко маҳкам менем барои зимистон. говора меҷӯшем, шир менем, чака, баъд мечикунемаш қирут. ҳам қируте ки на ор дора, на ягон чи, ҳам шири ҷирғоту намак. Тамом.
همین خیلی میشود خروتی که با چند روز میستد یا ایرا میچکنیم اول بعد که چکوندمش میسته بعد با کلولش مینیم با خوق میگیریمش. حاضر درون این لالی با چند روز استاد؟ 2 روز میسته بعد کلولش مینیم. بعد با دستمای تریش مینیم. حاضرش تله هنوخی اگر نه سختک باشه کلوله نمیگیریم شو. یک قاعدهش همین خیلی است. ایرا میچکنیم اول درو لاغ میچکنیم بعد وقت لاغ نمیکشه بگیره بعد میگیریم چیش مینیم بعد کلولش مینیم. چند وقت شد شما در همین علاق هستید؟ ما همین ماه استادیم عید رفتیم نمی یه هفته شد مدیم. تو کی میستید اینجا؟ تا ماه سنتیابر 5 تا بگه میتوشیم هفته بگویی. شیر فراوان. شیر خیماق روغن تمام قرو همه کارمو و چاق علاوه اینطوری. اینجا سلقی نه؟ اینجا سلقی نه هیچی مینیم چکه جرغات همه چیز فراوان تپک مینیم برای زمستان بعد همه برید؟ علاوه مینیم میگیریم هر روز همین کار انجام میدید یا یک روز پس؟ هر روز چکه مینیم مقصد چکه رانی استفاده میبریم قروت خیبا مینیم تری کارا مینیم. این گواه از اهالی است؟ ایها این چی خدمه این دهه خدمه سفیدمون دهه خدمه که عذاب نمیکشند اینجا هم محنت مینیم. خورد چی خیلی کی میدورد؟ خودمون میاریم میخوریم. همین خروتی میده میکنیم یا که با کلانتر میشه؟ میدانی مینیم کلان میشه و کلان شد بسیار تمیزی. اکتبر این مردکا میروند سنتیابر خنک میشود که برای نیکوتکا خنک ما میخندیم زنکا میخندن مردکا میستن تا اکتبر. البته برای مردم کوهستان گرچند که زندگی میکنن ولی با وجود اون دوست میدارن این منطقه. مثلا شعری هست درباره همین موضوعی که کوهستانم قرار من اینجاست، رویندیجی من حصار من اینجاست، در چرخ فلک مدار من اینجاست، گهواره من مزار من اینجاست. تاجیکستان خود کوهستان است و ولی ما به واسطه در بلندترین کوهستان زندگی میکنیم.